خب دوستان فوتبالی سلام. امروز می‌خوایم بریم سراغ یک موضوع ناب جدید و سراغ یک بازیکن معروف که معروف به پادشاه بیجامگی. نه این نه پادشاه بیجامگی، نه بیجامگی یعنی کسی که تو فوتبال این همه بازی کرده جام نگرفته، یعنی جام نگیرش به برقه، یا به قول طرفدارای عرب زبان اون تیم انگاری جام التوهیه، یا مثلا دافع الهدایاست مثلا. حالا آقایان هری کین، حالا چرا هری کین؟ شما در این اواخر میتونید که اون در بوندسلیگا رفته و جام گرفته. حالا در ادامه براتون کاملا به صورت خلاصه میگم که چی بوده داستان و به کجا ختم میشه. هری کین تو تاتنهام مثل بابک زنجانی پول پارو میکرد و جام ها مثل یارانه فروردین ماه من ناپدید میشدن. واسه یارانه برای شما امروز میخوام ثابت کنم که هری کین تنها انسانیه که در لیگ برتر همزمان هم آقای گله هم آقای بیجام. انگار یه نیروی نامرئی وجود داشت که میگفت این جام مخصوص کینه، ولی نه هری. بعد مال داداشش بود. داداشش اسمش چی؟ کالم. خیلی سخته به خدا. 12 سال تلاش کنی 280 تا گل بزنی، آقای گل لیگ برتر بشی بعد از آلن شیرر، ولی جام این چی بود؟ جام بود؟ خلاصه که آقای اسطوره 12 سال تو تاتنهام بود. 12 سال میدونی یعنی چی؟ 12 سال دیدن جام‌ها از دور، مثل اینکه پیتزا رو تو ویترین مغازه ببینی ولی پولش نداشته باشی. بعد این همه ناکامی آقای اسطوره تصمیم گرفت فرار کنه، بره آلمان. یعنی گفت بذار برم آلمان، شاید یه فرجی شد. از فردا روزنامه‌های انگلیس هم توییت زدن کین رفت، اکنون از فردا جام گرفتن در بایر مونیخ هم مانند یارانه فروردین ماه ما گم خواهد شد و به اتمام میرسد. این یارانه شما زدن یا نه؟ جواب رو بدین پایین. اما صبر کنید، این هریه. این چیه؟ نه این هریه، هری خودمونه. بالاخره جام گرفت، بالاخره تلش شکسته شد. خدای من، او مای گاد، بالاخره تلش شکسته شد. اون از بیجامگی به باجامگی تغییر پوزیشن داد. خیلی عالی شد. البته بایرن 11 دوره قهرمان بوندسلیگا دیگه، جام گرفتن واسش کاری نداره که. البته خب حالا به خاطر هری و داداش گلش کالم. آره مبارکت باشه هری جان، به شادی استفاده کنید. ولی حالا کلا اسم هری یکم ناس نیست تو انگلیسی. میگی نه این مثلا میگم هری مگوایر، یعنی گل به خودی میزنه خون دماغ میشه. فیلم زندگیشو بعد بسازن آهنگ فتومت هم بذارن. از این طرف همه این هریا بعد هموطن ما بودن به خاطر شانس قشنگشون. نمیتونن چون یک انگلیسی با تعصب شدن. اینا با این شانس قشنگشون بعد تو ایران متولد میشدن، نه اون بعد. حالا شما تصمیم بگیرید که آیا واقعا هری کین به باجامگی رسید یا اونا مثل یارانه فروردین ما یک سرابی بیش نبود؟ لطفاً نظراتتون رو بنویسید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً لایک کن و سابسکرایب تا ویدیوهای بعدی شما رو من ببینم. دوستتون دارم.